خب در حالت کلی به خاطر اینکه میدان سرعت داریم و تابع از x و y زده، سرعت چهارگوشه یک المان با هم دیگه مساوی نیست. شما بیایید وضعیتی رو تجسم کنید که دو تا نقطه A و B روی این المان مثلا تصادفاً، یا حالا ما معمولاً همه رو با هم داریم این رو جدا میکنیم، حالا این برای راحتی یا ساده سازی فرض کنید که در نقطه A مؤلفه افقی همون U باشد، اما مؤلفه V یه نمو V داشته باشه. حالا جالب این شکل بردارا هم با هم کشیده، مثلا چون میشه اسمش گذاشت V به اضافه DV و DV هم میتونیم بنویسیم روند V به روند X دلتا X به اضافه ترمای 2 درجه 2 درجه 3 که اون رو صفحه نظر کرد. حالا این کتاب مثلا دو تا رو با هم مساوی کشیده، ولی فی الواقع باید یه واسه اینکه علامت روند V و روند X مثبت یا منفی، این بردار خیلی کوچولوتر یا بزرگتر میشه. مثلا این شکل سمت راست به طور ایمپلیسیتلی میگه که بزرگتره، این روند V و روند X پوزیتیوه. به همین شکل میریم سراغ نقطه B. در نقطه B فرض کنید که مؤلفه عمودی همون نقطه O، اما مؤلفه افقیش یک نمو داره، هست U به اضافه روند U به روند Y دلتا Y. ترمای درجه 2 و 3 اینم افتاده تو فرآیند حدگیری به خاطر کوچیک بودن. حالا این دو تا نقطه A و B که سرعتشون به این صورت باعث میشن که اگر با فرض اینکه روند U به روند Y پوزیتیوه، روند V به روند X هم پوزیتیوه، این دو تا خط OB و OA به صورت این خط آبی رنگ نقطه چی دشت در میان. معناش اینه که OA زل OA در جهت پوزیتیو خلاف عقربه ساعت به اندازه دلتا آلفا میچرخه، اون زل OB در جهت نگاتیو کلاکوایز به اندازه دلتا B میچرخه. این دلتا A و دلتا B رو میشه به گرادیان سرعت روند V به روند X و Y ارتباط داد. نقطه A از میره به نقطه A پرایم چقدر؟ به اندازه روند V به روند X dx که در واقع میشه dV ضرب در اون زمانی که طول کشیده این فرایند اتفاق افتاده که dt یا دلتا t. پس A پرایم میشه روند V به روند X دلتا X دلتا t. به همین شکل B پرایم میشه روند U به روند Y دلتا Y در دلتا t. حالا با فرض اینکه زمان t خیلی کوچیکه، من میتونم A پرایم رو توی این مثلث قائم الزاویه و در مثلث قائمه OB پرایم این تانژانت دلتا آلفا و دلتا بتا رو میتونم براتون بگیرم. خب پس حواستون باشه که توی اسلاید بعدی من قراره که تانژانت بگیرم. تانژانت دلتا آلفا میشه A پرایم تقسیم بر دلتا X، تانژانت دلتا B میشه B پرایم تقسیم بر دلتا Y. B پرایم هم که داریم، A پرایم هم که داریم، بریم سراغ اسلاید بعدی. خب این میشه اسلاید بعدی. خب تو اسلاید بعدی این خط شاید باید بالا می آوردم، شاید توی اولا چون اینجوری بهت بگیم بچه‌ها، میگیم که زل OA چون در جهت پوزیتیو داره میچرخه پس سرعت زاویه‌ای داره. سرعت زاویه‌ایش رو چجوری تعریف می‌کنیم؟ میگیم که حد دلتا آلفا به دلتا تی موقعی که دلتا تی میره به سمت صفر اسمش می‌ذاریم دی آلفا به دی تی. در مورد خود دلتا آلفا میگیم که این هست تانژانت آلفا. تانژانت آلفا چرا نوشتم؟ تانژانت دلتا آلفا تقریبا میشه خود دلتا آلفا، اونم میشه روند وی به روند اکس دلتا تی تقسیم بر که تقریبا میشه روند وی به روند اکس دلتا تی. معنا و مفهومش اینه که از نظر ما زل او ای داره با سرعت زاویه‌ای روند وی به روند اکس داره با سرعت زاویه‌ای روند یو به روند وای میچرخه در جهت کلاکوایز منفی. خب حالا سوال ما اینه که از ما میپرسن یا ما از شما میپرسن که سرعت زاویه‌ای این المان
در جهت مثبت مثلثاتی به طور متوسط اوریج چقدر هستش؟ بگیم طبق تعریف سرعت زاویه المان، اسم المانی که الان دیدید، هستش 1/2 سرعت زاویه دو ضلع عمود بر همه این المان در جهت مثبت. خب این المان اگه بخواد بچرخه در اومگاش در جهت زد هستش، عمود بر صفحه ایکس وای. پس می‌نویسیم او اس رو می‌ذاریم اومگا زد. این 1/2 اوریج دو تا ضلع عمود بر هم، یکیش آلردی داره در جهت مثبت میچرخه که همون راند وی به راند ایکس، پس این آلردی پوزیتیوه. اون یکی این پوزیتیوه، اون یکی نگاتیوه، راند یو به راند وای. خب پس یه منفی ضرب می‌کنیم که بشه مثبت، چون گفتیم که به طور متوسط در جهت مثبت می‌خوام ببینیم چقدره. و از اینجا میرسیم به اینکه اومگا زد چرخش این المان، سرعت زاویه این المان به طور متوسط در جهت زد، در جهت مثلثاتی مثبت مثلثاتی هستش، 1/2 راند وی راند ایکس. خب این در صفحه ایکس وای انجام دادیم، میتونیم در صفحه ایکس زد هم اگزکتلی همین انجام بدیم و در صفحه وای زد و دو تا بردار زاویه دیگر هم میتونیم به دست بیاریم. یعنی در جهت اومگا ایکس میتونیم به راحتی نشون بدید که اینجوریه، اومگا وای هم اینجوریه. خب معنا مفهومش چیه؟ معنا مفهومش اینه که این تنسور اومگایی که باید اینجا ماتریس 3x3 عناصرش، نوت عنصرش در ارتباط هستن با سرعت زاویه‌ای المان. دقت کردید؟ حتی به نظر 6 تا میاد ولی 3 تاشون فقط عملا 3 تا داریم، اون یکی علامت فقط عوض میشه. خب پس ما در ضمن اینم بگم که شما اگه از بردار سرعت که 3 تا مؤلفه داره U, V و W کرل بگیرید، کرل بردار سرعت رو بگیرید، در 1/2 ضرب کنید، اتوماتیک میرسید به همین 3 تا اومگایی که اینجا هست، اومگا X، اومگا Y، اومگا Z. بنابراین کرل بردار سرعت عملا میشه همین بردار اومگا. پس بهش میگیم بردار سرعت زاویه‌ای، چون توی یه سیالات دوره کارشناسی خوندید که کرل وی معرف چرخش ذرات جریان غیر چرخشی، جریانی که کرلش باشه 0. خب جریانی که کرلش باشه 0 اومگاش هم 0. این هر سه تا مؤلفه اومگا میشوند 0. در که در مکانیک سیالات اگر بردار سرعت زاویه‌ای رو در 2 ضرب کنیم که میشه 2 اومگا، هر چی که به دست میاد بهش میگن بردار ورتیسیتی. این بردار تو اغلب کتابان با نماد کیسی نشون داده میشه. تو کتاب پروفسور کوری اسمش اون با اومگا نشون داده، یه خورده غیر عادیه ولی در صورت این وضعیتی هست که هست. پس اینم حواستون باشه که کیسی یا اومگا معرف بردار ورتیسیتیه که خیلی مثلا ازش استفاده میشه. پس اینجوری می‌نویسیم 2 ضرب در اومگا که میشود کیسی یا اومگا، میشه در واقع کرل وی یه برداریه که 3 تا مؤلفه داره، بردار چرخش مثلا اسمشو بذارید. به همین شکل همین کاری که با بردار اومگا کردیم میتونیم با تنسور اومگا هم بکنیم. اگر تنسور اومگا رو در 2 ضرب کنید به تنسور ورتیسیتی میرسید که حالا کتاب پروفسور کوری با اومگا نشون داده. پس اینا رو اشتباه نگید، بردار اومگا داریم، تنسور اومگا داریم، بردار ورتیسیتی، تنسور ورتیسیتی. این اسکوزاری‌ها رو بلد باشید تا ما بتونیم به شکل هماهنگ بریم جلو. ولی اون چیزی که واضح هست اینه که هر دو تا تنسور، هم تنسور نرخ دوران، تنسور ورتیسیتی، حاوی اطلاعات فقط در مورد سرعت زاویه‌ای المان هستن. هیچ ترمی ندارن که در ارتباط با تغییر شکل باشه. اون تنسور دی حاوی اطلاعات در مورد تغییر شکلی که اسلاید بعدی ماست. خب ببینم تا اینجا سوالی نداشتید؟ استاد من یک سوال دارم. خب آقای توانایی سوالتون چیه؟
آقای تمنایی سوالتون چی بود؟ تمنایی حرکت رفت. من این سویش میکنم از مود فول اسکرین تا اینجا سوال شما رو بعضی وقتا نمیتونم ببینم. میتونم با همین شکل اینجوری این ورژنش رو استفاده کنم که اگه سوالی هست رلوونت بود همونجا جواب بدم، اگه نه که استاد ببخشید چرا فرض کردی که یو با اکس تغییر نمیکنه؟ کجا نوشته؟ آها اینو برای اینکه اگه یو با اکس تغییر کنه باعث کش اومدن المان میشه. من میخوام یه جریان پیور روتیشنال رو در نظر بگیرم. جلوتر که می نگران نباش اصلا پسرم، نگران جلو که بریم باید اونم تغییر میدم. نگاه کن اینا رو داریم جدا جدا در نظر میگیریم. واقعا در دنیای واقعی همه رو با هم دیگه داریم، ولی برای مباحث آموزشی بهتره که اینا رو سپریت کنیم، مثلا دیگه هر کدومش رو به تنهایی فوکس کنیم و بعد کامباین میکنیم. بنابراین این یه فرض آزاری هم به ما نمیرسونه، چون اگه قرار باشه که ما یو رو با اکس تغییر بدیم چه اتفاقی میفته؟ المان ما کش میاد. قرار من تو اون مبحث تو اون کانتکستی که الان بودم نمیخواستم تغییر شکل رو در نظر بگیرم، میخواستم پیور روتیشن رو در نظر بگیرم. استدلالش در واقع این بود، چیز ساده کننده و اینایی تو کار نبود، به زودی اونم در نظر میگیریم. ولی میشه به راحتی میدانهای جریان رو متصور شد که به جریان همین اتفاق براش میفته، هیچ مشکلی باش نداریم. مثلا یه جریان در نظر بگیر یوش مساوی هستش با وای، ویش مساوی هستش با اکس، وی در جهت اکس تغییر کنه به راحتی به همین چیز میرسه. بسیار خوب، نکته خاصی توش نبود، ادامه میدیم. میریم سراغ تعبیر فیزیکی تنسور نرخ دوران. خب من میرم تو مود بعدی، یه خودم جواب میسم، بعد برمیگردم اینا اگه کسی سوالی داره به سوالشون پاسخ بدم. خب اینی که گفتیم بریم سراغ اون یکی تنسور دی آی جی که گفتیم شد یک دوم راند یو آی به راند ایکس جی به اضافه راند یو جی به راند ایکس آی. این تنسور رو بازش کنید، بستش بدید تو دستگاه مختصات کارتزین، ماتریسی خواهد شد که 9 تا ترم داره. 9 تا ترم. این 3 تا ترم قطری، اینه که 2 ضریب 2 داره پشتشون رو، میشه نشون داد که در ارتباط هستن با تغییر شکل طولی. ترمای آف سنتر رو یا آف دایگونال رو میشه نشون داد که در ارتباط هستن با تغییر شکل زاویه‌ای. ما این رو براتون نشون میدیم. خب ولی باز تاکید میکنیم یا الان به طور مختصر در ارتباط با این سوالی که آقای تمنایی پرسیدن اشاره کردم که ما در حالت کلی همه چی رو با هم داریم. خب مثلا اینجا من شکل کشیدم، شما یک المان دارید تو لحظه تی مساوی با تی صفر، جنرال موشن این المان در حالت کلی رو میشه بریک داون کرد. علامت مساوی رو میبینید، میشه بریک داون کرد به یک ترنسلیشن ساده که مرکز جرم یا سرلش جابجا میشه به اضافه یه لینیر دیفورمیشن که ابعادش کم و زیاد میشه. حالا مثلا من هر دو تا رو نوشتم در زیاد میشه، ممکنه یکی کم میشه که زیاد بشه، هر دو تا کم بشه که بهش میگیم لینیر دیفورمیشن، به اضافه یه روتیشن که مرکز ثقل میچرخه ایدر کلاکوایز یا مثلا کانتر کلاکوایز بدون اینکه زوایا عوض بشه، بدون اینکه مثلا حتی طول عوض بشه، یه ریجید بادیه، و به اضافه یک انگولار دیفورمیشن که این زوایا عوض میشه. و این 4 تا این مربع نمیدونم اینا 4 تا یه سمت راست مساوی مثلا همه با هم جمع میشود و میشود این جنرال دیفورمیشنی که المنت ما تو لحظه تی صفر یه مثلا مربع بوده، تو لحظه تی صفر به اضافه دلتا تی مثلا شده این چیزه، حالا به نظر ارگانیسم میاد مثلا لوزیه، ولی فرض کنید که اصلا اینجوری نیست، اضلاع با هم عوض شده، زوایا اصلا پیش خورده، درست شکل قشنگ‌تر بکشه این کتاب. خب این وضعیت جنرال ماست. ما داریم اینا رو از هم دیگه متمایز و جدا جدا می‌کنیم، جدا جدا بررسیم. ترنسلیشن که کانسپت خیلی ساده ایه. من فقط روی لینیر دیفورمیشن آلردی روی روتیشن بحث کردم، الان میام روی لینیر و انگولار دیفورمیشن بحث میکنم. خب اینا که براتون نوشتم. حالا من چیکار میخوام بکنم؟ از اینجا خودم یادم رفته شما کنم. اول میام این عناصر قطری رو ببینید،
میخوام رو عناصر قطری زوم کنم. میخوام نشون بدم که اینا در ارتباط با تغییر شکل طولی هستن. خب به این شکل عمل میکنم. در انتهای این سکشن یا این اسلاید اون سوالی که جلسه قبل که از دوستان پرسید، مطمئن نیستم اسمشون چی بود، برگردم. کی سوال پرسیده بود بچه؟ آیا میتوان از صفر بودن دیورجانس بردار سرعت نتیجه گرفت که سلیقه غیر قابل تراکم است؟ آقای رضایی بود، آقای اصغری بود، تمنایی بود، اسم یادم نیست. آقای زاکر بود، کی بود؟ دانیال بود. دانیال اسم شما رسایی یا رضایی؟ من چشمم نمی‌بینه، این نقطه شاید هست شاید نیست. الان فرض میکنیم رضایی. چرا اینجوری نوشتید؟ مرسی آقای دانیال رضایی. So beautiful name. خب ببینیم که آخر این سوالم آخر این اسلایدم اون سوال ایشون رو که جلسه قبل پرسیدم با هم دیگه مطرح میکنیم. خب ببینید ما همون المان رو در نظر بگیرید. الان دو گوشش هم مثلا سرعت همون یوویه، ولی من به سرعت یوش فعلا کار دارم. الان شما فرض کنید میدان سرعت شما دارای روند یو به روند اکس. خب چیزای دیگه هم داره، ولی روند یو به روند اکسش چیکار میکنه؟ روند یو به روند اکسش کاری که انجام میده اینه که این المان رو در جهت اکس میتونه که کش بیاره یا اینکه جمعش کنه، واسه اینکه علامتش مثبت باشه یا منفی باشه. شما تو کورنر او سرعت مؤلفه افقیش هست یو، توی A هست یو به اضافه روند یو به روند اکس دلتا اکس. در نقطه B هم هست یو، توی C شده یو به روند یو به روند اکس همون شده. خب این به اندازه اگه مثبته به اندازه مقدار آبی المنت شما کش میاد. طولش که بوده دلتا اکس الان شده دلتا اکس به اضافه روند یو به روند اکس دلتا اکس در دلتا تی. درست شد؟ اینو ما بهش میگیم تغییر شکل طولی و الان فقط شما در جهت اکسش رو میبینید، اما در عمل ممکن در جهت وای و زد هم داشته باشید. در نتیجه المانی که از اول به شکل مثلا یه مکعب مستطیل بود، ابعادش بود دلتا اکس دلتا وای دلتا زد، اینجا نمیتونم هایلایتش کنم، حجمش بود V1. الان پس از گذشت زمان دلتا تی خب ابعاد شده دلتا اکس به اضافه این پرانتز، دلتا وای به اضافه این ترم اضافی، دلتا زد به اضافه این ترم. این ترما همشون میتونن مثبت یا منفی باشن. شما رو علامت روند یو به روند اکس، روند بی به روند وای و روند دبلیو به روند زد فعلا چیزی نمیگیم، نمیخوام بگیم، نیازی هم نداریم بگیم. آنچه که مسلمه اینه که این المان من در وضعیت جدید پس از گذشت زمان دلتا تی یه حجم دیگه ای در حد کلی خواهد داشت. خب ولی شکلش همون، اگه مکعب مستطیل بوده بازم مکعب مستطیله، چون تغییر شکل همش طولیه. حجم دو ثانویه رو از حجم اولیه کم کنم، تقسیم بر حجم اولیه‌اش بکنم، بهش میگیم دلتا وی نسبی، این تغییر حجم نسبی. اگر در زمان تقسیم بکنم بهش میگیم ریتش، نرخ زمانی تغییر حجم به صورت نسبی. خب اینم خیلی راحته. شما حجم اولیه رو که دارید دلتا اکس دلتا وای دلتا زد، حجم ثانویه اینا سه تا دم ضرب کنید، از هم کم کنید، بر حجم اولیه تقسیم کنید، به راحتی میرسید به این که میشود روند یو به روند اکس. دیتیلش خیلی ساده است، میذارم بودی خود شما. روند یو به روند اکس، روند وی به روند وای، روند که همون دیورجانس وی میشه. اگر المان شما متریال غیر قابل تراکم باشه، خب دلتا وی گفتیم نمیده، جلسه قبل گفتیم در نتیجه سمت چپ میشود صفر، این صورتی که میشه صفر، این هم دیورجانس میشه صفر. ما باز میرسیم به همون چیزی که اون جلسه گفتیم که سیال غیر قابل تراکم دیورجانس وی نمیده، دیورجانس وی صفره. ولی یه سوالی که پرسیده که این رو راه دیگه هم نشون داده بودیم، ولی خب سوال که از پارتیکلی المانت که تغییر حجمش به صورت لینیر نیست، در اینجا باید بحث خود جنرالش کنیم که برای هر تغییر شکلی قابل استفاده باشه. سوال جلسه قبل، یعنی بحثایی که جلسه قبل داشتیم، که تو دیدگاه لاگرانژی مشتق مادی دنسیتی اگه صفر باشه متریال غیر قابل تراکمه. به ما رسیدیم به این که دیورجانس وی مساوی هستش با صفر. حالا سوال اینه، سوال
آقای رضایی، آیا میتوان از صرف بودن دیورجانس بردار سرعت یا میدان سرعت نتیجه گرفت که سیال غیر قابل تراکم است؟ من این رو اینجا میذارم ببینم که خود آقای رضایی شروع کنه نظر بده و بعد همجوری از بچه دیگه هم کامنت میگیریم. نظر خود شما چیه آقای رضایی؟ دانیال؟ آیا میتوان از صرف بودن دیورجانس بردار سرعت نتیجه گرفت که سیال غیر قابل تراکمه؟ خب بریم از بالا لیست شروع کنیم. خود آقای رضایی والا در کتابا که نوشتن میشه ولی اثباتش ننوشتن. این از مال دانیال. خب خانم میرسعیدی نظری ندارید؟ آقای زارعی، آقای یگانه، آقای شاهنوری، آقای زاکر، آقای پناهی، آقای مجید پناهی رنجبرانی، بله. آقای سهندی کامنت نداره. آقای اصغرنیا چی؟ کامنتی نداره. آقای میثم یحیایی، آقای محمد مهدی کریم خانی، خانم قردار. چیزی بگید دیگه بچه، شما که سایل 2 تا گذراندید دیگه. الان توی استاد ترم ها میتونن مثبت منفی باشن، در یک جهت کم شه در یک جهت زیاد شه. این که جواب سوال نیست. این ان شاء الله رفتی بعد دوره پی اچ دی خارج میبینید که وقتی سوال اکسپلیسیت ازت میپرسن باید اگزکتلی به همون صورت جواب بدی. این شبات یعنی من سوال اکسپلیسیت بود جوابش هم yes or no. فکر می دفاع دقیقا به سوال پاسخ بدید. ما ایرانی خیلی دوست داریم بریم تو حاشیه و اینا. دیورژانس صفر میشه. دیورژانس که خودم گفتم صفره. دیورژانس سرعت صفره. سوال اینه که آیا میشه نتیجه گرفت سیال قابل تراکم غیر قابل تراکم هست یا نمیشه گرفت؟ پس پاسخ yes or no. خیر استاد نمیشه. آقای تمنایی اینو گفتن. بسیار 2 تا خیر داریم، یه بله داریم. هم خیر داریم هم بله داریم. چرا استاد میشه؟ این یعنی که مساوی است با yes. اوکی let's go. ببینیم که داستان چیه. خب من میرم اینجا. سوال آقای رضایی این بود که آیا میتوان از صرف بودن دیورجانس بردار سرعت نتیجه گرفت که سیال غیر قابل تراکم است؟ من جزو اون کسایی هم که پاسخم بله. این که چرا آقای رضایی اشاره کردن که تو کتاب هم سیزارن همین نوشتن فقط اثبات نداره. خب ببینیم اثباتش چقدر ساده است. در جلسه 2 دیدیم که اگر فرم کلی معادله پیوستگی رو با قضیه مشتق مادی ترکیب کنیم به یه رابطه ترکیبی میرسیم، یه ترم لاگرانژی و یه ترم اولری. بعد از اینجا نتیجه اگر گفتیم سیال غیر قابل تراکم باشه گفتیم که پس دی رو به دی تی صفره. خب دیورجانس وی میشود صفر. درسته؟ الان این سوال من اینه که دیورجانس وی رو به ما گفتن صفره. خب تو این معادله ترکیبی که کلیه مگه دیورجانس وی رو بذارم صفر، خب دی رو به دی تی میشود صفر و دی رو به دی تی اگه صفر شد شکل لاگرانژی سیال اینکامپرسیبل. بنابراین پاسخ سوال آقای رضایی پوزیتیو بود، مثبت بود. اوکی، این اثبات خیلی آبکی ساده ای داره، اون چیز پیچیده‌ای نداشت. ولی جای خوبی بود که این رو با هم دیگه مطرح کرد. خب این هم یه حاشیه بود. حالا میریم سراغ تغییر شکل زاویه‌ای که بسیار برای ما مهمه. خب این صفحه رو می‌بینید بچه‌ها؟ این تغییر شکل زاویه‌ای برای ما خیلی مهمه چون منجر به بروز ترم‌های تنش برشی میشه و تنش‌های برشی هم برای ما بسیار حائز اهمیت. بیایم همون اینو بزرگش میکنم امروز الحمدلله اینترنت همون که خوبه به نظر. بیایم بزرگش کنیم. بیایم همون المان قبلی رو که در مورد روتیشن داشتیم رو در نظر بگیریم. نقطه او سرعتش از یو معلف افقی یا معلف عمودیش. فرض کنید که میدان سرعتی توش قرار گرفته مؤلفه روند وی به روند اکس دارد. در ضمن روند یو به روند وای هم دارد. به نحوی که نقطه A بیانداز این تیکش با تیکه حسابش فرقی نداره. واقعا نگاه می‌کنم داده نیازی به داده سخن دادن نیست. این همونه، همون شکل من دوباره آوردم. حالا فقط میخوام از یک دیدگاه دیگه، از یک پرسپکتیو دیگه میخوام بهش نگاه کنم. و اون اینه که این المان کلا چقدر چرخیده. یعنی تغییر شکل نچرخیده، نه ببخشید معذرت میخوام. این المان کلا چقدر تغییر شکل زاویه‌ای داده.
بگیم هست دلتا آلفا به اضافه دلتا بتا، قد مطلقشون رو میخوام مثلا اسمش رو میذارم چی؟ اینجا نوشتم این بالا خط سوم دلتا گاما. خب میگم که دلتا گاما نرخ زمانیش رو ریت آف تغییراتش چجوریه؟ میگم هستش حد دلتا گاما به دلتا تی موقعی که دلتا تی میره به سمت صفر، اینو با گاما دات نشون میدن. اصطلاحاً بهش گفته میشه نرخ برش، نرخ برش، شیر ریت. اندیس ایکس وای هم بهش میدم چون تو صفحه ایکس وای معناش اینه که من در صفحات دیگه هم دارم، ایکس زد دارم، وای زد دارم. خب حالا حد دلتا گاما به دلتا تی موقع دلتا تی میره به سمت صفر میشود حد دلتا آلفا. حالا اینجا روند نوشتم، روند آلفا به روند تی به اضافه روند بتا به روند تی. خب موقعی که دلتا تی میره به سمت صفر، درستش بود بودم اون دلتا آلفا می نوشتم ولی مهم نیست، با هم فرقی نداره. خود دلتا آلفا به دلتا تی رو توی یکی از اسلاید قبلی دیدید که بود روند وی به روند ایکس، اون یکی هم بود روند یو به روند وای. بنابراین گاما دات نرخ زمانی تغییر شکل زاویه من عملا میشه روند وی به روند ایکس به اضافه روند یو به روند وای که برمیگردم میبینم که این که همون کجای این ترم ردیف اول نگاه کنید، دو تا روند یو به که بس کردیم، حالا این یکیه روند یو به روند وای، روند وی به روند ایکس. بعد نگاه میکنیم این که عنصر 1 2 عملا عنصر 2 1 هم هست، یعنی اینجوری قطری بیاید پایین میبینید که این تنسور متقارنه دیگه. خب روند یو به روند وای، روند یو به روند ایکس توی عنصر دوم توی خط بعدی شده اول. پس این دوتا با هم دیگه کجا بود؟ این ماتریسی که اونجا براتون ماتریس 3x3 که با دی نشون دادیم یا تنسور دی در ارتباط هستش با تغییر شکل، نرخ تغییر شکل زاویه در واحد زمان. ما به طور مشابه میتونیم همین کار به صفحه ایکس زد و وای زد بکنیم. گاما دات ایکس زد رو به دست بیارم، میشه دو تا ایکس زد، گاما دات وای زد رو به دست بیارم، میشه دو تا وای زد و به این شکل. خب شاید توی فایلی که میشه براتون میفرستم مثلا این دوتا این تنسور رو مقادیر رو جایگزین کنم، این رو مثلا باید الرسوم مثلا اینجا جایگزین کنیم، اینجا کلمه هست. خب خود تنسور هم شما میتونید بسش بدید چیز این دی آی جی رو، برنظرم نیازی نیست برای یک دانشجوی در سطح شما. خب پس ما این هم که براتون گفتیم. پس این تنسور دی عناصر رو قطرش تغییر شکل‌های طولی رو در بر داره ریفر بهشون میکنه. اونای عناصر خارج از قطر اونا تغییر شکل‌های زاویه‌ای رو معرفی میکنه. خب می‌بینید که نرخ زمانی کوردینش زاویه‌ای عملاً گرادیان‌های سرعت رو وارد میکنه. ما میدان سرعت که داشته باشیم، گرادیان‌های سرعت از اون میدان سرعت به دست بیاریم، عملاً میتونیم در مورد اینکه یه ذره داره میچرخه یا نمیچرخه، تغییر شکل طولی هم میدهد یا نمیدهد، تغییر شکل زاویه‌ای هم میدهد یا نمیدهد، به طور مجزا در یک میدان سرعت کلی میتونیم جدا جدا نظردهی کنیم که این جریان مثلا از این سه تا تغییر شکل طولی، تغییر شکل زاویه‌ای و مثلا چرخش دو تاش هست، هر سه تا هست، یکی هست، به همین راحتی جدا جدا بکنیم. خب حالا بریم سراغ معادلات اساسی. من در مورد معادلات اساسی براتون قبلا به طور مختصر و مفید داد و سخن دادم تو جلسه قبل. معادلاتی هستن که میدان تنش رو به میدان تغییر شکل ارتباط میدن. ما میتونیم هم برای سیالات هم برای جامدات این معادلات رو تعریف کنیم. میگیم مثلا شما این گوشه رو نگاه کنید، یه فنر گذاشتن. خب خود یک فنر، رابطه بین نیرو و تغییر شکل یک فنر که متناسب هستش مثلا با زاویه تناسب کا، این خودش یک معادله اساسیه. چون فنر اگر از جنس مثلا مس باشه، از جنس فولاد باشه، نمیدونم از جنس آلیاژ بریلیوم باشه، هر کدوم از اینا
ساختار درونیش، پیوندهای بین مولکولیش به نحوی هستش که رابطه بین F و دلتا X یا X رابطه خاصیه. یه فنر ممکنه Fش با X خطی باشه، یه فنر ممکنه مثلا رادیکال X باشه، یه فنر X به توان 2.1 باشه. همه فنرها مثل هم نیستن، چون متریال ها مثل هم نیستن. مواد غیر خطی داریم، مواد خطی داریم. رابطه بین فنر F فنر و تغییر شکلش معادله اساسی که خودش رو به صورت توان X ظاهر میکنه و اون ضریبی که پشت X میاد. قانون لزجت نیوتن هم یه همچین معادله، یه معادله اساسیه برای یه سیالات نیوتنی، در واقع برای یه دسته خاصی از سیالات ابداع شده بدون که گفتم اثبات بشه، توسط نیوتن پیشنهاد شد. توی دوره لیسانس هم خوندید که مثلا تا اینجا شاید صفحه که این اسلایدو که قبل از اینکه فایل رو براتون بفرستم اون رابطه‌اش هم بذارم روش که یک ریفرش بشه به مموریتون. منتها فعلا از من داشته باشید توی آقای نیوتن میگه که مثلا تاو مساوی هستش با ویسکوزیته ضرب در گرادیان سرعت، مثلا دی یو به دی وای. همین رابطه یه ساده. این رابطه یه بعدیه. چرا یه بعدیه؟ چون فقط توش یه دونه کوردینیت هست، وای. اگر 2 تا بود میشد 2 بعدی، اگر 3 تا بود میشد 3 بعدی. چیزی که تو ذهن آقای کوئت بود، آقای نیوتن بود، یه جریان تک جهته بود و یه بعدی که به اون معادله رسید. اون معادله رو آقای کوئت که هفته دیگه مسئله‌اش رو خواهید خوند به عنوان اگزکت سولوشن به شکل آزمایشگاهی و تئوری نشون میده که درسته. که هر دوتاش رو جلسه آینده خواهید خوند. به اتمام جلسه هفته آینده. خب ولی سوال اینه که جریان هایی که در مهندسی باش مواجه هستیم به ندرت یه بعدیه. به ندرت یک مؤلفه فقط داریم. جریان 2 بعدی و 3 بعدی خیلی متداوله. در نتیجه یه دانشمند انگلیسی به اسم استوکس سعی کرد که قانون لزجت نیوتن رو فرض کنیم همچنان قانون، اگرچه قانون نیست، بهتر بهش بگیم رابطه. گفت ببینیم چجوری این رو از یه بعد به 3 بعد بیایم تعمیم بدیم. اولین کاری که انجام داد اینه که اولا گفت اون تنسور زیگما آی جی، تنسور تنش رو که قراره که من تو جلسات آینده توی جلسه خاص همه اینا رو به عنوان مقدمی بر کانتینیو مکانیک براتون آموزش بدم، براش بزنم با استاد مربوطه. اون تنسور تنش رو اولین کاری که آقای استوکس میکنه تضمین میکنه به 2 تا ترم. یکیش منهای پی دلتا آی جی، یکیش هم تای آی جی. اون پی چیه؟ اون فشار ترمودینامیکه. آقای استوکس استدلال میکنه که حتی موقعی که سیال ساکنه، خب به خاطر جنبش مولکولی در دمایی که داره همیشه ذرات بین یک در تماس با سطح به اون یک نیرو وارد میکنن، در واحد سطح بهش یک استرسی وارد میکنن که بهش گفته میشه فشار. خب چون در ارتباط با جنبش مولکولی و جنبش مولکولی هم در ارتباط با دماست بهش میگن فشار ترمودینامیکی. این که چرا با علامت منفی نشون داده میشه؟ برای اینه که طبق قرارداد فشار موقعی مثبته که به سمت داخل سطح باشه، یعنی در خلاف جهت بردار یکه. این قرارداد دیگه میمونه که مثلا اگه اونور بود چی میشد مثلا. ولی در صورت باید این حواستون باشه علم وارداتیه. خب ما تنش کامپرسیبل داریم و تنسایل داریم و فشار. تنش تا اگه کامپرسیبل باشه منفیه، ولی فشار اگه به سمت داخل باشه خودش مثبته، اون منفیش رو از اون علامات منفی میگیره که همچنان با اون یکی هماهنگ باشه. در صورت این ترم فشار رو جدا میکنه. اون دلتا آی جی هم ماتریس 1 است. تمام عناصر صفر روی قطر همش 1. اما اون تای آی جی چیه؟ میگیم تای آی جی تنشایی هستش که در اثر تغییر شکل به وجود میاد، یا طولی یا زاویه‌ای. در نتیجه بهش میگن
تنسور تنش اضافی، یا اسم دیگرش تنسور تنش انحرافیه، deviatory، حالا اسم انگلیسی هم شاید بنوشتم بهتر بود، اضافی که خب، یا اسم دیگه هم داره، تنسور تنش ظاهری هم بهش میگن، ولی معروف ترینش اتفاقا همون انحرافیه. ما حتی یک پیپر توی مقاله داده بودم، داور ما رو مجبور کرد که حتما به انحرافی اشاره کنیم. خب اینا همونجوری گفتم تنشی هستش که به تغییر شکل مربوطه و بعد به زودی خواهید دید که چون با ویسکوزیته هم متناسبه بهش تنسور تنش ویسکوز هم گفته میشه، ویسکوز استرس. پس این اسما رو داره. ما کاری که میخوایم توی این کورس انجام بدیم، ما که با اون منهای پی دلتا آی جی که کاری نمیتونیم کنیم. اولا توی این کورسمون که گفتیم تمپرچر ثابته و ما فشار مقدار معینی داریم. در هر دمایی غیر از صفر مطلق شما اون ترم پرشر رو، ترم آیسوتروپیک ایزوتروپه، اونو دارید. ما اون دست به اون نمیزنیم، اما به تای آی جی دست میزنیم. تای آی جی رو ادعا میکنیم که باید تابعی از تنسور نرخ تغییر شکل باشه. بچه‌ها ادعا میکنیم که این آقای استوکس بیاد تنسور تای آی جی رو به تنسور دی آی جی ارتباط میده. چرا؟ چون با هم ایده‌ای که گفتم، فرض بر اینه که تنش‌ها در اثر تغییر شکل به وجود میاد. نمیتوان از تنسور اومگا استفاده کرد و اونو به تاو ارتباط داد، چون اگه این کار انجام بدید به نتایج غیر واقعی میرسید. من یه توضیح بدم، چون اینم یکی از اصول کانتینیو مکانیکی که استادتون ترم آینده براتون به خوبی آموزش خواهد داد. ببینید شما فرض کنید همین فنر رو دوباره در نظر بگیرید. فرض کنید فنر ما یه فنر خطیه، نیرو رو دابل کنم، مثلا جرم رو دابل کنم، تغییر شکلش دابل میشه. خب یه فنر خطی داریم. شما یه فنر خطی رو الان این چجوریه؟ عمودیه. اگه من این رو افقی بذارم، خب مثلا فرض کنید فنر شما هستش F مساوی با KX، کاش هم مثلا هستش 10. خب فنر خطیه، جنسش طوریه که کاش مثلا جنسش فرض کنید که سنس استیله، کاش مثلا هست 10. پس این فنر Fش هست 10X، عمودی هم هست. اگر این فنر رو بارش رو بردارم، یا اصلا این فنر همینجوری که از افقی یا با زاویه قرار بدم، یا مثلا اینجوری در نظر بگیرید این فنر رو، اون تهش رو میبینید که به جای وصله، اون تهش رو فرض کنید وصل کنید به یک میز دوار، میز بهش میگن ترن تیبل. به یک میز تجسم کنید، تجسم ما که مهندسی هستن تجسم برای ما راحت، یه میز تجسم کنید، این انتهای این فنر رو به اونجا با یک میخ یا چسب بچسبونید و این میز رو بچرخونید. به خاطر نیروی گریز از مرکز فنر کش میاد. خب حالا سوالی که هست اینه که اون فردی که روی میز نشسته و داره با میز میچرخه، با فردی که بیرون وایساده داره به این فنر نگاه میکنه، به اون طرفم که بیکار بوده نشسته روی میز نگاه میکنه، آیا این رابطه F مساوی با 10X فنر عوض میشه؟ یعنی مثلا 10 میشه 9.5، یا اون X به توان 1 بوده میشه 1.5، یا مثلا رادیکال 2؟ نه اون ضریب عوض میشه، نه اون توان مربوط به X. یعنی اگه فنر غیر خطی بود مثلا Xش بود 3، هم ناظر مطلق، هم ناظر ساکن، هم ناظر متحرک، هر دو یک معادله اساسی رو برای فنر رجیستر میکردن. یا یه جور دیگه بگیم، این دست الان مثلا این دستگاه مختصات براتون نکشیدم، من دستگاه مختصات مثلا X Y مثلا اون ته بذارم و یه دستگاه مختصات بچرخونم، یه دستگاه مختصات رو فرض کنید عوضش کنم، آ رو تتا و زد کنم، آیا رابطه معادله بین نیرو و X باید عوض بشه؟ اگه اینجوری شد یعنی این که یک اشکال اساسی داره، یعنی اینکه شما تنسور که تو ازش استفاده کردید حاوی اطلاعات ناجور در مورد چرخشه
که باعث شده چرخش دستگاه مختصات یا چرخش ناظر باعث شده که قانون معادله اساسی متریال عوض بشه. امیدوارم با این مثال ساده که از خودم در نیاوردم از کتاب سهیلات غیر نیوتنی مثال قشنگی داشتم، امیدوارم بهتون کمک کرده باشه که منظور ما چیه، اینکه چرا آقای استوکس فقط از تنسور دی استفاده میکنه، ریشش در کجاست. بسیار. بریم سراغ اسلاید بعدی. خب این تیکه‌ای بود که من فکر کنم قبلا هم اشاره کردم. شما علل اصول هر ترم تنسور تنش 9 تا ترم داره. تنسور تنش قبلا براتون گفتیم 9 تا ترم داره. هر ترمش رو باید به 9 تا ترم تنسور دی دیفورمیشن ریت تنسور باید ارتباط بدید. هر ترم این به 9 تا ترم. بنابراین چون 9 تا ترم استرس دارید، عملاً 81 ترم یا 81 ضریب، ببینید هر ترم استرس تنسور به 9 تا ترم تنسور دی که مربوط میشه، این به یه سری 9 تا ضریب برای هر ترم استرس ظاهر میشه پشت اون ترمای گرادیان. 9 تا ضریب که این ضرایب جزء خواص متریال هم سنجال هم هست. درست شد؟ رابطه قبل از اینکه اینو به رابطه استوکس برسیم بگیم رابطه بین تاو و دی تنسور تنش و تنسور دی میتواند خطی یا غیر خطی باشه. در سهیلات پیشرفته‌ای که الان با هم هستیم ما فقط با روابط خطی سر کار داریم. توی سهیلات غیر نیوتنی که اگه خدا خواسته دیگه عرضه شد، خواهید دید که رابطه بین تنسور تنش و دی معمولا غیر خطی، ولی فعلا به خطی بشناسیم، چیزی که فرض آقای استوکس بود. پس استوکس فرض میکنه که رابطه بین تاو و دی خطیه، همینجا که اینجا میبینید. خب این کروشه در واقع دی آی جی، شاید اونم اضافه کنم به اینجا که ببینید ضرایب پشتش 91 ضریب رو به این صورت آلفا آی جی کا ال نشون میدن. این اگه بستش بدی عملا اون 91 ضریب ظاهر میشه. خب مثلا بهش میگن این آلفا آی جی کا ال رو بهش میگن یه تنسور درجه 4، ولی چیز پیچیده‌ای نداره. اگه دوست دارید مثلا تا یکی رو بنویسید، ضریبش از آلفا 1 2 3 4 9 تا تنسور استرس بعدی رو بنویسید بتا 1 گاما 1، همینجوری اگه تعداد سیمبولا کفایت میکرد، ولی همه رو معمولا لومپ توی آلفا آی جی کا ال نشون میده. این از این. خب 91 ضریب خودش رو توی معادله‌ای که این بالا میبینید برای یک سیال نیوتنی ظاهر میکنه. برای یک سیال نیوتنی نگید فعلا، برای سیال ایده آقای استوکس 91 خاصیت دارید. یکیشون من آردی براتون میگم که همون ویسکوزیتیه که آقای نیوتن، اون 80 تای دیگه چی هست، اونا باید تعبیر بشن. خب حالا بریم جلوتر. بعد آقای استوکس میاد، میگه از فرم دیفرانسیلی قانون بقای مومنتوم زاویه‌ای استفاده میکنه و با توجه به که تنسور تنش متقارنه و در ضمن با توجه به اینکه چرخش ناظر و دستگاه مختصات نباید رو تنش رو عوض کنه، نشون میده که از 81 ترم فقط 2 تاش باقی میمونه. خب برای سیالاتی که قانون بقای مومنتوم زاویه‌ای بهش اعمال کنیم، سیالاتی که دارای مومان داخلی نیستن، مثلا ما یه سری سیالایی الان این دور زمانه داریم، لیکوید کریستال مایع یا مواد مگنیتو ریولوژیکال داریم که تحت میدان مغناطیسی از حالت مایع میشن جامد،
اینا تنسور تنششون متقارن نیست، ولی در زمان آقای استوکس مثلا فرض کنید 3 قرن پیش همچین موادی که نبود، قانون بقای مومنتوم زاویه‌ای برای همچین موادی که دارای کوپل درونی نیستن میگه که تنسور تنش متقارنه. من این که قانون بقای مومنتوم زاویه‌ای میگه تنسور تنش متقارن هست رو توی آخرین جلسه که همه این مباحث برگزیده و تنسور تنش و اینا رو میخوام براتون بگم، اونم اونجا براتون اثبات میکنم. پس فعلا از من بپذیرید که این 81 ضریب رو میشه به 2 تا ضریب تقلیل داد. یکیشو با آلفا 1 نشون میده مثلا آقای استوکس، یکیش هم با آلفا 2. خب آلفا 1 رو نگاه کنید، عملا به تغییر شکل زاویه‌ای مربوطه. آلفا 2 رو نگاه کنید بچه، شما رو یاد چی میندازه؟ تغییر شکل طولی، درسته؟ روند یو به روند ایکس، روند وی به روند وای، روند دبلیو. پس خیلی زیبا شد. با فرض اینکه سیال دارای کوپل درونی نیست، این مومان داخلی نداره، ذرات داخل سیال مغناطیسی نیستن بخوام برای خودشون بچرخن. تو همچین سیالاتی مثل آب، هوا، گازها و مایعات معمولی مثل روغن موتورین، مایعات معمولی، این معادله استوکس رو دیدن که چقدر زیبا جواب میده. 2 تا ترم آلفا 1 و آلفا 2، آلفا 1 در ارتباط با تغییر شکل زاویه‌ایه، آلفا 2 در ارتباط با تغییر شکل طولی. حالا چون اینو می‌بینید بچه‌ها، چون طبق ایده اینشتین گفتیم اندیس تکرار جمع میشه، این ترم دوم در واقع دیورجنس ویه. دیورجنس وی هم که چند دقیقه پیش دیدید که در ارتباط با تغییر حجمه. بنابراین این آلفا 2 که گفتیم مثلا در ارتباط تغییر طوله، عملا ارتباطش داده میشه بهش اصطلاحاً گفته میشه ویسکوزیته حجمی. حالا بعد این رو براتون تعبیر میکنم. خب در صورت آلفا 1 در ارتباط با تغییر شکل زاویه‌ای، اون یکی در ارتباط با تغییر شکل طولی، یا به تعبیری دقیق‌تر تغییر حجم. این تعبیر فیزیکی آلفا 1 و آلفا 2. حالا جلوتر میریم، من براتون نشون میدم که آلفا 1 اگزکتلی همون ویسکوزیته است، آلفا 2 رو باید یه خورده زحمت بکشیم. پس اینجا می‌رسیم ترم اول حاکی از اون شکل زاویه‌ای، یه زاویه اینجا افتاد، اینو بذارم تا یادم نرفته. تغییر حجم خوبه، تغییر شکل زاویه‌ای رو هایلایتش کنم براتون، رنگش سبز میکنیم، اینم تغییر حجم. حالا شب شاید غروب شاید مثلا رنگش عوض کرد. خب ضریب مزمون چی بهش میگن؟ نوش میگن ضریب ویسکوزیته اول. الان خواهید دید تو اسلاید بعدی که همون اگزکتلی همون میوه. دومی هم بهش میگن ضریب ویسکوزیته دوم که معمولا با لامدا نشون داده میشه. خب الان آلفا 1 و آلفا 2، ولی در آینده مثلا با میو و لامدا نشونش میدیم. سیالی که از این معادله پیروی کند بهش میگن سیال استوکسی. دقت میکنید؟ اسم دیگهش فرم سه‌بعدی قانون لزجت نیوتنیه. فرم تعمیم یافته یا سه‌بعدی قانون لزجت نیوتن بهش گفته میشه. چرا؟ چون تو اسلاید بعدی خواهید دید که اگر سیال نیوتنی باشه، این معادله استوکس تبدیل میشه به عنوان حالت خاص به سیال نیوتنی. پس به وضوح معادله استوکس جنرال تر از معادله نیوتنی که الان نشون میدیم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. ببینم کسی سوال نداره. خانم استاد میشه گفت تغییر حجم نداشتیم اگر دیورجنس صفر باشه؟ بله میتونیم بگیم. خب بریم این سراغ این مثال. من میخوام ببینم که سیال استوکسی در جریان برشی ساده، مثلا بهش میگیم سیمپل شیر، جریان برشی ساده جریانیه که فقط یه مؤلفه سرعت داره و این مؤلفه فقط در یک راستا تغییر میکنه، مثل جریان کوئت، همین شکلی که الان اینجا میبینید. خب این تو سیالات 1 و 2 خوندید، اسمش از جریان کوئت.
معمولا بهش جریان بروشی ساده هم گفته میشه. این یکی از جریان‌های بروشی ساده همینه، چون بازم داریم بهش میگن جریان ویسکومتریک هم بهش گفته میشه. خب پس من میخوام نشون بدم که سیال استوکسی اگر جریان از نوع بروشی ساده باشه تبدیل میشه به قانون لزجت نیوتن. دارم فرض میکنم که سیال من غیر قابل تراکم هم هست. پس این فرض غیر قابل تراکم بودن برای ما مهمه. خب فرض کنید سیال من غیر قابل تراکمه، چون اگه سیال غیر قابل تراکم باشه ترم آلفا 2 از بین میره. میبینید میشه همون دیورجنس وی که الان بهش اشاره شد. پس من الان سیال من غیر قابل تراکمه، ترم آلفا 2 ندارم. میخوام نشون بدم که آلفا 1 همون ویسکوزیته آقای نیوتونه. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. خب دو تا صفحه موازی در نظر بگیرید، یکیش ساکن یکیش متحرکه. فاصله شون اچ، طول صفحات نامتناهی، پهناشون یعنی ویدثشون در جهت زد نامتناهی. دستگاه مختصات ایکس وای مبداش هم براتون نشون دادم که کجا هست. سیال صفحه بالایی با سرعت ثابت وی به حرکت در میاد، به خاطر شرط عدم لرزش سیال رو به حرکت در میاره. سیال توی دیواره پایین سرعتش صفره، تو دیواره بالا سرعتش ویه. این که بین این ذرات بینابین چه سرعتی به خودشون میگیرن فعلا none of our concern، ولی خوندید که خطی در میاد که ما بعدا میتونیم اثبات کنیم که خطی در میاد، ولی الان بهش کار نداره. الان فقط میخوایم ببینیم که میشه به قانون لزجت نیوتن رسید یا نه. فقط میدونم که یو برای ذرات بینابین فانکشنی هستش از وای. ما مؤلفه وی نداریم، این دو تا صفحات ریجیدن، فلکسیبل نیستن، متخلخل هم نیستن که سیال بتونه فرار کنه یا وارد بشه. برای مؤلفه وی چون دیواره نداریم وی جا نداره. دبلیو که جهت خنثای ما سیال اصلا حرکت نمیکنه. تنسور تنش آقای استوکس رو خب ترم های روی قطر زیگما ایکس ایکس و وای وای و زد زد همون منهای پی ان، عناصر قطری. زیگما ایکس و زیگما زد ایکس با هم مساوی ان، زیگما وای زد و زیگما زد وای هم با هم مساوی، همشون صفر در میان. شما این فعالیت مؤلفه سرعت داشته باشی این عناصر این تنسور رو تشکیل بدی، می‌بینی که کجا بود این تنسور؟ بزن برم اینجا. خب شما فقط رانده یو به رانده وای دارید، وی که ندارید. دبلیو همه جایی که وی و دبلیو دارید صفر. هر جایی هم که مثلا یو مشتقش نسبت به زد ظاهر شده، نمیدونم به اکس ظاهر شده، مثل کجا بود اینجا صفر. بنابراین ساده میشه، میرسید به این که کجا هستیم اینجا. تنش‌های برشی تنها تنش برشی که صرف نیست زیگمای ایکس وای. خب که اینا فکر کنم باید درستش کنم. حالا اینکه اینجوری نوشته اینا خود با ریوازش کنم، بچه اینا باید بذارم تاو یا همینجوری هم میتونه بمونه، ولی چون خوشبختانه توی زیگما فشار نیست. پس این زیگما همون در واقع تاو. قانون در واقع لزجت یا این معادله استوکس زیگما تنش‌های برشی رو میده آلفا 1 دی یو به دی وای، یو فقط تابع از وای مشتق جزئی شد دی. فرمول آی نیوتن هم از سهلت یک به خاطر بیارید، میگه که تا هست میو دی یو بی دی وای. دو تا رو که با هم مقایسه میکنیم میفهمیم که سیال استوکسی در جریان برشی ساده، جریان کوئد که بدون گرادیان فشار هست، تبدیل میشه به فرمول استوکس، فرمول نیوتن. معناش اینه که آلفا 1 همون میوه. این از اینجا. خب من توی مباحث برگزیدم که جلسه آینده براتون میگم، تعبیر فیزیکی اون آلفا 2 رو براتون انجام میدم. فقط تو درس که ما با هم داریم چون سیال کامپرسیبل کار نمی‌کنیم، نگران این ترم آلفا 2 نیستیم. به خاطر غیر قابل تراکم بودن کلا از بین میره. من یه تعبیر مختصری ازش آلردی انجام دادم. تو جلسه آینده یه تعبیر قوی تری براش انجام میدم. خب اندازه‌گیری آلفا 2 هم بسیار کار شاقیه. توی سیالات نیوتنی هم معمولا 3 برابر آلفا 1. خب حالا اینم فعلا بریم کار داشته باشید، بریم این چی داریم. خب پس من برای
سیال نیوتونی ورژن سه‌بعدی سیال نیوتونی که بعضی از کتابش میگن سیال استوکسی. شما دیگه الان میتونید ترم‌های تنش رو به میدان سرعت ارتباط بدید. مثلا تجسم کنید این همون تنسور ماست، ماتریس 3 در 3 تجسمش کنید، شاید این شکل مثلا این خود قشنگ‌ترش کردن که مثل ماتریس در نظر بگیرید. تای ایکس ایکسش هست این، تای وای ایکس وایش اینه، تای ایکس زد این، و همین شکل تای وای ایکس که با تای ایکس وای مساویه، وای وای تای زد زد. عناصر آف دیاگونال می‌بینید که با هم دیگه مساوی هستند. تنسور تنش متقارنه اگزکتلی برای اینکه تنسور دی یک تنسور متقارنه. و خوشبختانه تانکس گاد این تنسور تنش برای یه دسته بزرگی از سیالات که ارزش مهندسی دارن در کره زمین قابل استفاده است. برای مایعاتی مثلا آب. خب دیگه چیکار میکنیم بچه‌ها؟ حالا یادتون هست من تنسور کوشی رو براتون معرفی کردم توی لکچر شماره 2. تنسور کوشی سمت راستش دیدید روند زیگما، روند ایکس بود، روند وای بود، روند زد بود، همه اینا بود. الان کاری که انجام میدید چیه؟ به جای زیگما همین فرمول آیه که فشار خودش رو ظاهر کنه، این می‌بینید توی معادلات حرکت کوشی که توی لکچر شماره 2 دیرایو کردیم، الان بیایید این فرمول کوشی رو استوکس قرار بدید، منهای پی دلتا، به جای تاو همون ترم‌های مربوط به سیال نیوتونی رو بذارید سه‌بعدی. خب به راحتی میرسید به این معادلات. بخشید این که بهش میگیم معادلات نویر استوکس. ببینید روند به روند زیگما به مثلا روند زیگما ایکس ایکس به روند ایکس تو معادلات حرکت کوشی تبدیل میشه روند به ایکس میو دو تا روند یو به روند ایکس به همین شکل. این ورژن معادلات نویر استوکس ازش استفاده میشه تو مکانیک سیالات برای سیالاتی که ویسکوزیتشون متغیره یا موقعی که سیال قابل تراکمه. اگرچه اینجا دنسیتی فقط تو سمت چپ ظاهر شده، اینجا که به خاطر بادی فورسه، ولی ورژنیه که برای سیالاتی با ویسکوزیته متغیر اور سیالاتی با دانسیتی متغیر کامپرسیبل استفاده میشه. ورژنی که ما باهاش تو این کورس قرار کار کنیم ویسکوزیته ثابت میاد بیرون و در ضمن غیر قابل تراکم هست، یعنی هر جا روند یو به روند ایکس، روند وی به روند وای به اضافه روند در روند زد دیدیم با هم دیگه جمع میکنیم صفر میذاریم. به راحتی میتونیم ما دستی اینا رو انجام بدیم. این جای شک و دردی نیست. میرسیم به این فرم ویسکوزیته ثابت و غیر قابل تراکم. اینجا نوشتم چی؟ این دوتا رو باید شباهت کنم. این فرم ویسکوزیته ثابت به اضافه یه چیز دیگه هم داره، به اضافه غیر قابل تراکم. اوپس. کیبورد فارسی ندارم، یه باید برای خود حدس بزنم چی میشه. این فرم ویسکوزیته ثابت به اضافه غیر قابل تراکم میشود. این فرم که این توی این درس ازش استفاده میکنیم. خب درس ما اینجا نوشتیم این ورژن ویسکوزیته ثابت غیر قابل تراکم که اینجا دوباره با این معادلات دست پنجه نرم میکنیم. 4 تا معادله است، فقط برای سیالات نیوتونی قابل استفاده است، از نوع غیر قابل تراکم، در جریان آرام و ایزوترم. آرام بودن توش معلوم نیست از کجا اومده، ایزوترم بودنش رو ما داریم میگیم چون فی الواقع فشارمون رو داریم ثابت میگیریم، وگرنه اگه متغیر باشه با معادله حالت بزنیم. پس سیال غیر قابل تراکم نیوتونی، جریان از نوع آرام و ایزوترم. آرام بودنش به خاطر اینکه ویسکوزیته دینامیکی هست،
یعنی جریان در هم باشه ویسکوزی دینامیکی باید ادی ویسکوزیتی اینا بذاریم که اون داستان شده. خب کلا 4 تا معادله داریم و 4 مجهول دیگه. معادلات اون با مجهولات اون مچ شد. 3 تا سرعت مجهول یو وی و دبلیو و فشار مجهول پی که به دست بیاریم. میتونیم مثلا درگ استکاکی به دست بیاریم، درگ فشاری به دست بیاریم، افت فشار توی لوله رو حساب کنیم الی آخر. پس این معادلاتی هستش که باید باش دست پنجه نرم کنیم، یا به شکل تحلیلی یا به شکل عددی. معادلات کوپلن، از نوع مشتق جزئی هستن، با هم دیگه وصلن. یه معادله رو نمیتونید تنها حل کنید، خیالتون راحت بشه باید بذارید 4 تا باید با هم دیگه حل بشه. و گفته میشه که جزء وحشتناکترین معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی در کره زمینه. تمام علوم مهندسی، حتی این ورژنی که الان ساده هم شده، با صورت جریان در هم باشه. خب و این چیزیه که ما توی این درس می‌خوایم باش کار کنیم. این سری خصوصیات داره که من توی اسلاید بعدی اینا رو براتون میگم. بعد دیگه بقیش میذاریم برای جلسه آینده. فقط این ورژن برای این ورژن معادلات نوی استوکس برای دسته خاصی از سیالات غیر نیوتنی همیشه استفاده کرد. این بمونه تا اگه تیم دیگه غیر نیوتنی گرفتید و عرضه شد با این به این معادله برمیگردیم. اینم که یه اشاره کوچیک. حالا بریم ببینیم خصوصیات معادلات نوی استوکس چیه. این جمله اول که نوشتم الان خودم یه مقدار جزئی نقضش کردم، ولی خب خیلی از کسایی که کتابای سیالات نیوتنی می‌نویسن که خبر ندارن. اینجا ما میگیم اینو به همون شکل می‌ذاریم. اینجا نوشته که معادلات نوی استوکس تنها برای سیالات نیوتنی قابل استفاده است. من خودم آلردی همین چند ثانیه پیش عملاً نقضش کردم. برای سیالات نیوتنی قابل استفاده هستن و دسته خاصی از سیالات غیر نیوتنی. دسته خاصی که توی ترم آینده ممکنه مثلا باش مواجه بشید. پس این فعلا داشته باشید. کتابای دوری کتابای نیوتنی اینو می‌نویسن که این مقداری عدم دقت توش هست. در ضمن این فرمی که الان من کادر گرفتم اینم حواستون باشه، این فرم برای سیالات غیر قابل تراکمه، ولی معناش این نیستش که معادلات نوی استوکس هم که پیشتر دیدید تو اسلاید قبلی تر. یه اشاره هم کردیم تو این ورژنی که الان قراره که این ترم باش کار کنیم، این ورژن اشاره کردم که جریان آرامه، ولی واقعیت اینه که برای جریان در هم قابل استفاده است. امیدوارم که اوضاع میگم 3 جلسه‌ای که شده، ما فکر کنم چند تا جلسه وقت اضافه بیاریم که من براتون جریان در همشو میگم و خواهید دیدید چطور میشه از معادلات نوی استوکس شروع کرد و تعمیمش داد به جریان در هم. طرفا براتون میگم از روش رینولدز استفاده میکنیم، اونو براتون میگم. پس بعد جریان در هم حواستون باشه قابل استفاده است. من اینجا که نوشتم توی ابلی آرام معناش این نیستش که توی جریان در هم کم میگه. اینم که آلردی دیدید که در مسائلی که در اون ویسکوزیتی یا دانسیتی متغیران هم قابل استفاده است، هیچ مشکلی نداریم. این معادلات این جمله قشنگه، این معادلات در حالت کلی قابل حل نیستن. نه تنها مثلا حل، حالا این کسایی که این جمله نوشتن منظورشون حل تحلیلی بود، چون ما امروزه با سوپر کامپیوتری که داریم میتونیم عددی حلش کنیم. پس من این جمله هم دقیق نیست، شاید این اسلاید رو اصلاح کردم، دقیق ترش کردم که هر جور میریم داینامیک باشیم، یه چیزی دقیق نیست اصلاحش کنیم. این موضوع از قابل حل، یه پرانتز باز کنم، موضوع حل تحلیلیه. بعد دیگه چی داریم بگیم براتون؟ این جمله بعدی خیلی وحشتناکه. این معادلات میتوانن حل‌های چندگانه داشته باشن، مالتیپل، و این خیلی وحشتناکه. چرا؟ چون اولا چرا اینجوریه؟ چون می‌بینید که معادلات سمت چپ رو نگاه کنید، 3 تا ترم انرژی غیر خطی توی ایکس مومنتومه، 3 تا توی وای مومنتوم، یعنی شما 9 تا ترم انرژی کانوکتیو دارید که هر 3 تاشون هم غیر خطیه. هر معادله غیر خطی بیش از یک جواب داره. شما مثلا معادله فرض کنید y مساوی با q db به توان 2 q بزرگ. خب
مثلا Q2 مساوی هستش مثلا با نمیدونم 5. خب این یه جواب مثبت میده، جواب منفی. واضحه که ما دیوی منفی نداریم. و این مسائلی که غیر خطی هستن ممکنه بعضی از جوابها از نظر فیزیکی قابل قبول نباشن. معادلات ناویر-استوکس گفته میشه که بی‌نهایت، یعنی بعضی از مسائل هست شاید براتون گفتم، شاید هم تو هومورک ها آوردم، شاید تو امتحان آوردم، اینا بی‌نهایت حل دارن. منظور از بی‌نهایت حل چیه؟ منظور از بی‌نهایت حل اینه که شما بی‌نهایت میدان سرعت و میدان فشار دارید که هم در معادلات ناویر-استوکس اسلاید قبل صدق میکنن و در عین حال شرط های مرزی رو هم ارضا میکنن. از این بدتر نمیشه. خب کدومش طبیعت انتخاب میکنه؟ ممکنه از اینا طبیعت یکی یا چند تاشو انتخاب کنه. و اون موقعی هستش که معیاری به اسم معیار ناپایداری رو طبیعت به طور اتوماتیک بهش تحمیل میکنه و میبینه که بعضی از این حل‌ها ناپایدارن، رشد انفجاری دارن و داستانش رو بعدا براتون میگیم. پس اینم جمله بسیار مهمیه که حواستون باشه که یه دونه معادله رو حل کردید، خب مثل ارشمیدس بالا پایین نپرید که این حل شد. این حل ممکنه اصلا مورد پسند خداوند نباشه، در طبیعت دیده نشود. خب حالا دیگه ما هدف ما از حل معادلات ناویر-استوکس چیه؟ ما یه هدف، یه سری متغیر پرایمری داریم، میخوایم میدان فشار، میدان سرعت به دست بیاریم. میدان سرعت هم که به دست آوردیم، شما میدان تنش رو میتونید به دست بیارید. اینا رو بهش میگیم متغیرهای پرایمری یا مجهولات مثلا پرایمری. ولی در عمل ما از میدان فشار و میدان تنش میخوایم چیکار کنیم؟ شما میخواهید باهاش مثلا نیگلیفت درک حساب کنید، فشار حساب کنید. بنابراین هدف غایی ما به دست آوردن میدان فشار و میدان محاسبه نیروهای آیرودینامیکی یا مثلا افت فشار و چیزایی مثل اینه. خب چقدر خوب تقریبا رسیدیم به انتهای خط. پس ما حداقل یک جلسه دیگه داریم یا 2 جلسه، حد اکثر 2 جلسه دیگه با هم هستیم تو این فصل. اگه بتونم پروفشنال عمل کنم شاید با 1 جلسه هم بتونم جمعش کنم، ولی میگم نگران نیستیم. اگه کشید به جلسه 5 میریم برای جلسه 5. ترمای دیگه 4 جلسه بود، میگم ترمای دیگه هفته فقط 2 کلاس داشتیم نه 3 کلاس. بسیار خوب. اگه کسی سوالی داره، استاد ساحل استوکسی تعریف شد چه ویژگی‌هایی دارد که به صورت جدا نامگذاری شده است؟ ویژگی عمده‌اش اینه که توسط استوکس دیرایو شده. از این بهتر می‌خوای آقای کریم‌خانی؟ یه دانشمند بسیار معروف، شگفت جزو نوابغ کره زمین، خب هم ریاضیدان، هم فیزیکدان، هم همه چی، مهندس، یک معادله‌ای رو در آورده که برای دسته خاصی از سیالات لزج در جریان‌های 2 بعدی و 3 بعدی جواب میده. این بزرگترین ویژگیشه که ما ایرانی‌ها که اگه بودیم که الان غوغا کرده بودیم. ما هنوز به دنیا نیومده بعضی چیزا به اسم بعضی از افراد ثبت شده. استاد میشه یه بار دیگه بگید اون دلتا در رابطه با تنش استوکس چیه؟ اون دلتا در رابطه با تنش استوکس چیه؟ دلتا کو؟ دلتا مای گودنس. اونم براتون تو اسلاید مربوطه امشب میذارم. اون ماتریس 1 است. ماتریس 1 یه ماتریس 3x3 هستش که روی قطرش 3 تا 1 داریم، بقیه جا همه جا 0. اینم مال آقای تمنایی، دلتا در رابطه تنش استوکس. خب اینا که گفتم دیگه چیزی نمون. بسیار خوب، بسیار خوب. اگه سوال دیگه ای نیست همتون رو به خدا میسپارم. امروز که روز تعطیلتون رو برید خورده ریلکس باشید و آرامش پیدا کنید. فعلا که هومورک نداریم تا این کلا فصل که تموم شد، این شما کلا فصل به فصل ما میریم هومورکامون رو براتون میگیم و فعلا به حال خودتون باشید ولی مطالعه کنید. موفق باشید، روز خوبی داشته باشید. خدا به زمین.